و همین بود که فرعون مردمش از علم دور کردک تا که مردم در گرد موسی جمع نشود و میدونست مطمئن بود که موسی در حق بود، موسی بالاخره کامیاب میشید و هر چیزی که نشان داد موسی برای اون کسایی که در پارلمان فرعون بودن یک تعجب آور بود. اولین کاری که کردک فرعون مردمش به علم ساختک و مردم گفت که به خاطری که به علم بودن ایکو پیشوای ملت بود که هم وقت مردم گفت که این دیوانه، اینه لمجنون. و اولین کاری که فرعون با مردم کرد نسبت موسی علیه السلام تهمت کرد، گفت که دیوانه. موسی علیه السلام گفت دیوانه. حاجی عمر اولین باره که برآمدک ایرا کسل روحی نگفته بودن، نگفتن که یک دیوانه، به خاطر هیچ امکانیت نداشت که بر ضد فرعون یک انسان پیدا شوه و بگشت که تو ناحقی، تو باطلی، یا آدم دیوانه گپ میگه یا که دیگر کس اصلا هیچ کس نمیگفت، همه میترسید. و امروز هم و وقتی که بد نمیگفتن، هیچ وقت ایرا کسی ظالم نمیگفت. وقتی که حاجی عمر خدا رحمتش کنه آمد و پیدا شد و گفت که تو یک انسان ظالمی، دزدی و چهره خوگه داری، وقتی ای گپا را زد اوجه مردم شوک دغلتید، گفت کی باشنی؟ این انسان کی باشه که نمی ترسیده باشه؟ و وقتی که ای گپ زد گفتن که ای دیوانه. حاجی عمر را گفتن کسل روحی داره، دیوانه، سپرفکه داره، ای بل نیسه. خلاصه به این شکل همون چیزی که فرعون با مردمش کرد نسبت موسی علیه السلام، همین فرعون خودمون رحمانوف با مردم ما کردک. دیزینفرماسیا گفت که این کسل روحی داره، دید که این گپ نمیگذره، تمام راه ها را استفاده کرده. بعد گفت که یک صوفیه، بعد گفت یک شیعه، بعد بالاخره گفت در پشت ایرسیه، بعد گفت که این خواجه های خارجی داره. همین نمود هر دیزینفرماسیا را در مردم پرتوفتن گرفت. برای خاطر چی؟ مردم ما اکثرش مهاجرن، سواد ندارن. دیگر اینم یک دیزینفرماسیا گوش لگوش میرسه، میبینه این گپایی را میشنوه، البته این گپا خوشش میاد. وقتی که این گپا را گوش میکنن میگه گوش که این را گوش نکنین، این همش آدمای خواجه های خارجی دارن یا در پشت ای فلانیه، در پشت ای فلانیه. نیکی ببینین. و قال فرعون اتونی بكل ساحر علیم. وقتی که ای گپش نگذشت، فرعون گفت که یک جادوگر دانوه. گفت اگر ما جادوگر دانو باشم، دید که دیوانش گفت نشیدک. انا گفت که نه. وقتی که در مابین، وقتی که معجزه را نشان داد، وقتی که دلایل پیش کرد که من در حقم، آدمایی که در پارلمان بودن اونها حیران شدن. اعتقاد و باورشون نسبت فرعون کم شد و نسبت موسی علیه السلام زیاد شده. دید که این گپ خبر در مابین پارلمان فرعون زیاد شده، باز گفت که دیم دیزینفرماسیا را پرتوین. این جادوگری بسیار جادوگری دانوه. گفت اگر ما جادوگری دانو باشم. و قال فرعون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال فرعون اتونی بكل ساحر علیم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. گفت اگر که من جادوگری دانو باشم، مرحمت همه جادوگرای دانو تا جمع کرد. وقتی که جادوگرای دانوش جمع کردک و در مابین مردم و موسی علیه السلام هم دلش پر بود که من در حقم و برآمد در مابین میدان و گفت که مرحمت شروع کنین که ببینیم که ما جادوگرم یا که ما حقم یا که شما این حق. که جادوگر در اینجا کیه؟ یکی وقتی که موسی علیه السلام معجزه ها را نشان داد،
حتی جادوگرها ایمان آوردند. همی بود که روز تا روز مردم طرف موسی می آمدند. امروز عین همون چیزا فرعون چی کاری که کرد، عین همون چیزا رحمانوف و رژیم رحمانوف با طریق ملاهای درباری، با طریق بعضی بلاگرها، با طریق بعضی کسایی که از رحمانوف دفاع میکنن و در مابین مهاجران و خودشون در عذابن، با طریق اینها مردم خواسته ایستادن که مردم دوباره به همون حالت اولی خودشان، حالت سکوت، غلامی، اونم حالت بر بگردونن. میدونن که مردم یک تعداد مردم پیدا شدن که حق میگن و حتی کسایی هستن که در داخل حکومت کار میکنن، جانبداری و طرفداری از گپای ما و شما میکنن، میگن که شما در حقین و ایدئولوژی شما راهی گرفته، شما راه حق است، درست است، دوام بتین و فکر نکنین که شما تنها هستین. پرای انسان هایی که در داخل شما را جانبداری میکنن و پدر جواد میکنن. این عین همون سپتاکل امروز رحمانوف در مابین مردم کرده شده است. یا مکرها و فریبهای رحمانوف هستند که مقارنه میکنیم با فرعونی که در زمان گذشتگی، که در تاریخ گذشتگی ببینین، با او مقایسه میکنیم، ما و شما میبینیم که چقدر فرقیت داره. فرعون اولین چیزی که کرد، اتهم موسی بانه خارج عن النظام فقال ان هؤلاء لشرذمة قلیلون و انهم لغائزون. اولین چیزی کرد گفت که یا خائنای وطنن، یا گفت خائنن، یا را گفت 4-5 تا به عقلن، یا را اهمیت نتین، همو چیز با ما شد. 4 کس برآمدگان میگن در زلا لغلق میکنن، تمام دیگر هیچ تأثیر ندارن. و دید که این کار نشد، مردم روز تا روز جوانات طرف ما، به خاطری که مردم جوان، بچه های مبارز که خدا شما را قوت بتیه، بازم از این زیادتر که شما زحمت کشیدین، با مردم صحبت کردین، همین بود که طبقه جوان آهسته آهسته با وجود زندان شدن، با وجود تمام خطرها، نیک راه انتخاب کرده ایستادن، به خاطر دیدن که ما و شما در حقیم. گفتن که 4 تا به عقل برآمدگی یک گروه میدک خائنایی که هستن در بیرون خواندگیان، در درون خواندگیان، خلاصه دید این دیزینفرماسیا نگذشت، این مکر نگذشت. و همین نمود هر مکرهایی که در تاجیکستان کردگی است، کسی را زندان کردگی است، کسی را که پشت پنجره بردگی است، کسی را قتل کردگی است، از زید سیدوف سر کرده و تا حاجی حلیم و تا غفار سیدای و تا با دیگراش، و همین نمود از تمام مناطق تاجیکستان به همین شکل یک مکر کردگی است و او بهترین های ما و شما را و بهترین های همون منطقه را، همون آدمای شدری را، دل گرده‌دار را گرفت، برد شکست میده کرد، گفت که یا خیانت کردن، یا انقلاب میخواستن، اینا انا با این سطح گرفتنش یا با گره گرفتنش، خلاصه با یک دیزینفرماسیا در مابین مردم که به علم بدک. ببینین از همه در چیز مهم در اینجا انمو علمه. حتی در شخصیت یک انسان اگر انسان دانشمند و عالم باشه، در زندگیش بهتر می شود. نیکی ما و شما را یکمش که به علم ساختن و او کسایی که علمدار بودن علم آنها را بقدر کردن، به خاطری که یک طایفه آمده خواست که خون مردم بمکه، مردم استعمار کنه و مردم استثمار کنه، خون مردم دم بکشه. علم از مابین برداره، هیچ کس اهتمام و اهمیت به علم نتیه. علم از مابین برداشتن بسیار خطر کلان بده. حالی مردم میترسن که نکنین که جنگ میشه سال 92 و 93 میایه. ای مردم، شما میدونین که وقتی که نسل ما به علم میمونه همش الکی مردگیان. مردن این نیست که در او طرف یک آدم در دستش سلاح باشه و در اینجاش یک آدم دیگه در دستش سلاح باشه و بزنن و اتر یکی از اونها کشته شود یا که خون بریزه.
مردن نه است که در درون عقل ما و شما اصلا مغز بمبره و ما را به همچون یک غلام بتونه لوبای کس ما را استفاده کنه، هر ملتی که باشه. و ما مردم تاجیکستان به همون شکل امروز بسیار یک تعداد کم انگشت شمار در جاهای خوب کار میکنن، اما بر شکل عموم اکثریت ما و شما متخصص نیستیم، پسترین کارا را ما میکنیم. سبب همین بود که رحمانوف کوشش کرد که ما را دور کنه از همین چیزا. ببینین که علم در زندگی یک انسان، این چیزی علم کو سبب پیشرفت یک کشور و مملکت است. هر کشوری که پیش میروه او را علم پیش میبره، او را بازوی به قوت پیش نمیبره. اوجا علم داشته باشن مردم. جامعه و دانشگاه ها را باید بیشتر کنه و نسل جوان را باید مجبور به علم بکن. یکی اینا یک فضا را ساختن که مردم خودش بگریزه و عیب خودش ببینه. ای است که علم در زندگی یک انسان بسیار اهمیتی کلان داره. علم میگن که علم نور است. چرا علم نور میگن؟ به خاطری که انسان در یک خانه که اگر 20 سال زندگی کنه و همون خانه دا اگر یک باره برق بروه، تا کوخنی را رفتن، تا آشپزخانه را رفتن برای خاطر گرفتن یک دانه گوگرد در گیراندن 20 سال در همون خانه زندگی کرده، فقط همون روشنی. همون روزی که برق میروه و تاریکی میآید مشکل نیست برای او به همون آشپزخانه را رفتن. در اینجا بدگی است که یا در دیوار میخوره معذرت، یا که در شکاف میخوره یا در خلدینگ میخوره. خلاصه این انسان به یک مشکلات کم هم که باشه روبرو میشوه. یک انسانی که 20 سال در همون خانه زندگی کردگی است، همین نیزوس میدونه که چی در جا ماندگی است. نه که تا کوخنی را رفتن یک گوگرد گرفتن، این همین خیلی قپیده تنه دیوار میروه. نه که اگر ببینین این فقط تخمینی میروه، با ذهنش میروه که این اینجا دیوار بود، نه اینجا خلدینگ بود، نه که با ذهنش تخمینی میروه. اگر در همین جا یک دانه گوگرد، اگر به قدر یک دانه گوگرد اگر همین روشنی پیدا شوه، او بسیار به آسانی تا کوخنی را میروه. اگر همین گوگرد هرچی قدری که بیشتر شوه، روشنی شوه، همون قدر آسانتر میشوه. رحمانوف چی با که از ما روشنی را میگرفت؟ این سالهای طولانی چی با میگرفته؟ برای خاطر در جایی که روشنی نباشه انسان پیشرفت نمیکنه. هر کارت فقط رستچوچ میگیری با پگاه، اونم 4 ساعته که برای ما وقت میتین، اونم اونجا اگر اسپید بکنی نکنی با کارت میمونه. کدوم یک تایما ما و شما گنراتور میخریم؟ همین است که وقتی که روشنی از مابین مردم تاجیک برداشته شد، اساسی هدف همین بود که مردم دیگر پس بمانه. نور همیشه آدم پیش میبره، شب باشه روز باشه پیش میبره. پس تصور کنین علم به مانند یک نور است. اگر ذره، اگر به اندازه یک دانه گوگرد انسان اگر علم داشته باشه، چقدر کارهاش آسان میشود در حیات زندگیش و این تخمینی و به فکر دیگرها نمیروه. و هر کسی که هر دیزینفرماسیونی که برای ای داد، او را بدونی که او را در ترازوی خودش بگذاره، او را تقلید و پیروی نمیکنه. او آدم دانشمند و علم که داشته باشه حتما ای را رد میکنه. هر دیزینفرماسیون و هر دروغی شیرین و یا که وعده پوچه که برای او میتین، در یکمش الکی توچکش میمونه. و تصور کنید که امروز چقدر مردم ما و شما همو روشنی را در مغزشون ندارن. پس زندگی کردن برای مردم ما و شما مشکل نیست. انمی بود که رحمانوف خواست که علم برداره، روشنی را از ما بگیره، مردم قفا بروند و فقط روشنی در خانه های خودشان باشه. این بسیار یک چیزی خطرناک بود که مردم اهمیت نمیدادن
وقتی که به مردم میگیم که اخیه برادر ببین که برای ما و شما برق نمیتین، در جواب از بس که مردم سواد نداره میگه که همین 4 ساعت میتین، سحر 4 ساعت میتین. بگه همین را خدا را شکر بگیم، اگر همین را نتین چیکار میکنیم؟ ما از حق خودمون دفاع نکنیم و تو هم حقدار هستی که بخیزی از حق خودت دفاع بکنی. چرا حکومت رحمانوف مردم به علم ساخت؟ تا که این روز برای ما و شما مشکل شود که اینا را بفهمونیم. انمی رحمانوف عین همون چیزی که در وقتش فرعون نسبت موسی کرد. اول گفت که یا خائنان 4 تا به عقل آمدگیان، با ما و شما هم یک چیز نشد. و در جهان رحمانوف کوشش کرد که گروه 24 را همچون یک گروه اکستریمیستی معرفی بکنه، اما تلاش های شما برادرها بودن، تلاش های انمی مبارزه بودن که از آزادی های خودشان گذشتن، زندان ها را شیشتن و شهید دادن، بعضی هاشون گم شدن به مثل برادر سرفراز عالم افروز حاجی عمر شهید شد. امروز برادر مقصود ابراهیم برای خاطر دیگرها، برای خاطر آزادی دیگرها از آزادی های خودش گذشت، امروز در داخل زندان است. و همین هم چند تا برادرایی که در داخل زندان از آزادی های خودشان گذشتند. راه آسان نبود. انای برادرای ها و قربانی ها دادم که امروز این برادرها و شما مبارزه تلاشی ما و شما بود که امروز در جهان ما معرفی کردیم که گروه 24 یک گروه مردم سالار و گروه مردمی است که هدف برای خاطر برپا کردن یک دولت مردم سالار و برقرار کردن عدالت دوباره در همون جامعه تاجیکستان کوشش داره و توچکش کنکرت نماندگی که این انقلاب میخواه و در هر جایی که بروند بازم یک سخن دارن که ما دگرگونی میخواهیم، ما انقلاب میخواهیم بدون یگان ترس و هراس. ولعب على وتر الدين فقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. دید که 4 تا به عقل آمدگی نمیشه و میگه چی خیلی که فرعون با مردمش گفت که یا یک تعداد کمن و مردمش گفت که ای گپ که نگذشت، گفت که ای راه دین در آمد، گفت که اینی اخاف ان یبدل دینکم، گفت که من میترسم که او دین شما را عوض میکنه. یا شما که حنفی مذهبین در تاجیکستان رحمانوف میگه که او شیعتون میکنن، در پشت اینا شیعه هان، اگر ببینه شیعه نمیگذرن میبینن که این بچه ها همش سنی مذهب و مذهب حنفیان از راهبر سرکرده تا آخرین اونمو زیر دستاش میگه که خی ای گپ نگذشته مبین مردم دیم دیزینفرماسیا یا خواجه های خارجی دارن، ای که نگذشت بگرد از سیمش یا همش همو گروه های گی پرستی میخواهن که تاجیکستان بکنن. یعنی که به این شکل، یعنی که همین همود در مرحله دینی گذشته. دید که کوبه ای راه بگیر میشوه دیزینفرماسیا برای خاطری که مردم سواد که ندارن قبول میکنن. میگه ها خی نشناسن ما و شما را کو، میگه ها اونم آدمی که در روی صفحه اینترنت برآمده است گپ بزنه کو او آدم میدونی که در کجا خوندگی او آدم او مسلمان نیست. او اگر مسلمان باشه از اسلام گپ بزنه چی برش نمیمونه. نیک اگر ما از اسلام گپ زنیم انا بعد با میگن که انا یا میخوان تاجیکستان اسلامی بکنن. ما الحمدلله مسلمانیم و از عقیده هامون دفاع میکنیم و باز بغیر از این پرابلم های داریم که در جامعه ما اونا را میخواهیم حل بکنیم و تمام این مشکلات ها را حلش فقط نابود شدن اینمی رحمانوف است. دید که این مردم قبول نمیکنن، گفت که اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض فساد. نمیشه و گفت دینش نمیشه، گفت که یا جنگ میخواهم، دیزینفرماسیا. و صرح بوجود المؤامره الدوليه على بلاده فقال ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها واتهم موسى بتخابر
مع دول اجنبیه ای در گپی همو خوجه های خارجی آمد رسید. همو فرعون مردم باز گفت که میدونین یا مکردونان که شما را از امی وطن بی وطن کنن برای خاطری که اینا در پشت اینا دستای خارجی عین همو شکل این هذا لمکر مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها این هذا الا افک افتراه و اعنه علیه قوم آخرون. میگه اینمی مکرها و چخلی که امروز میبرن میگن که شما در پشت خوجه های خارجی ای عین شکل همو چیزه. میگه این مکر که موسی علیه السلام کردگی میخواه شما را بی وطن بکنه، در وطن شما نمیخیل جنگ شوه با در پشت اینا قوم آخرون ای انمو خوجه های خارجی عین چیز ذکر میکنه. عین شکل موسی در همه حالتی که امروز اینمی مبارزه شما ایستاد شدگین گاهی به این متهمون میکنن گاهی به اون متهمون میکنن. خلاصه اگر که ما نقطه ها را ذکر کنیم کاملا با همین امروزه رژیم رحمانوف و همون وقتی که فرعون نسبتی موسی انجام داد انمو خیل سازگاری داره، مطابقت میکنه. اینا همش مکرهایی هستند که از طرف رژیم رحمانوف بالای انمی مردم مظلوم بیچاره غم دیده روز تا روز افزایش پیدا میکنه، یک مکر پشت مکر دیگر. و امروز هم در بدخشان این برنامه که کشیدگیان همون مکری است که دوباره میخواه که مغز مردم بشویه. ایرا به نام مبارزه بر ضد نارکوتیک، مبارزه بر ضد گروه های افراطگرا، مبارزه بر ضد تروریست و یا که تنظیم در آوردن یک منطقه